درود به همه، من امیر همراه بابا. خیلی خوش اومدید به رپ گیم شما. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. هر جا که هستید سلامت باشید. اومدیم با ترک جدید امیرخان عزیز، امیر تتلو عزیز، به نام بلند. یه معذرت خواهی هم بهتون بده کنیم که با یک روز تأخیر یه مشکلی اینطوری داره، ولی دیگه الان اومدیم که سریع بریم سر وقتش بدون معطلی ببینیم که برامون چه آورده امیر جان. آها 1 1 2 2 8. وای قبل اینکه چه ملودی، اون که آره واقعا چه ملودی. دقیقاً اینو بگم که از قسمت بنفش و صورتی آلبوم در اومدیم. خبره حالا نمیگیم خوشحال کننده میتونه باشه نباشه، ناراحت کننده شاید. آره و اومدیم رو قسمت زرد رنگ و طلایی رنگ آلبوم. این از این واقعا خوش رنگه. آره اون وسطش یه انسان نمیشه، شاید بگیم ماسک یا ربات مدل هر چیزی آره که داره غرق میشه، من احساس میکنم داره ذوب میشه. آره. من احساس میکنم دقیقاً چون پشتش یه آتیش خیلی زیادیه، از اونم میشه گفت که تو داره ذوب میشن. آتیش داره اون پشت تاج من اسم میکنم از آتش زیاد، از اژدها دارن میرن همچین چیزی، شاید دارن میان، نمیدونم شاید کار خودشونه. آره خلاصه چپ و راستش هم دوتا اجرا. آره وسطش هم که تاج که امیر تتلو تو کنسرت فکر کنم استفاده کرده بود. اون سمت راستش هم یه معبد شالی، منو یاد پانده کنفوکار میندازه که روش میپریدن توی سفال پرت میشد. آره. سمت چپش هم یه قلعه طوری که وسطش اسکلت، یعنی دروازه ورودیش یه جمجمه است. آره اونجا خطر داره. دقیقاً اونجا خطر. لیریکس ملودیش امیر تتلو، میکس مسترش معراج، گیتارش امیر حسین سبزگان، ویولنش هم کسرای فوق العاده، کاور آرتش هم جواد جبلقی که دیگه خیش جدیده نیستن. عجیب شد ولی دمیرچی هستش. آره دمیرچی اینجا دخیله تو کار. آره شاید ولی من نشیده بودم تا حالا جواد جبلقی. اگه باز تلفظش اشتباه بود توی کامنت ها حتما به ما بگید. بریم سر وقت کار. بریم سراغ کار. چیکار دارم میکنم؟ به نظر من یه گل وقتی گله که دونه‌شو خودت کاشته باشی با احساس. کدوم گل؟ باز کدوم گل؟ یه گل وقتی گله که گل دیگه، گل تو باغچه. اون گل هم دونه‌شو خودت میکاری. نه داداش این گل اون گل نیست. زحمت تو با انرژی خودت رشد کرده باشه. برو با همونا که فکر میکنی تو رو تون بالاها بردنت من انگوش کردم حلقم و تو رو بالا بردمت. یه چیزی تا اینجا بگم. بذار من یه چیزی بگم. چه قشنگ گفت، در عین سادگی پیچیده‌اش. دقیقاً جواد خیابانی تو. آره بگو حالا تو. اینو هم خواستم بگم که چقدر غیر منتظره بودن خوبه. از دمویی که شنیده بودیم اومده بود بیرون، سر یه میز نشسته بود با ماساژورش. من میگم من واقعا فکر کردم مثلا این کار کلا راجع به خودشه. میدونی کلا فکر کردم میاد مثلا راجع به خودش یه من 5 در یه داستانی. آره مثلا یه چه میدونم مثل جهنمی، مثل قسمی دیگه، همه مثلا اینا راجع به خودش بود، کمتر مخاطبی داشت. درسته. ولی این باز میبینیم که باز برو که باخت دادیم سالها با بردنت، دیگه نه تو رو دوست دارم نه اون ادای بچگیت، نه دیگه از اون بوسا میخوام نه اون حرفای نشگی، من نه دیگه فقط نه از اون بوسا میخوام نه از اون حرفای نشگی. از روی نشگیت یه اشاره نره به اون چند روز گذشته که کامیونیتی میذاشت نزدیک 2 هفته است با هیچ کس نیستم، کسی رو دیگه راه ندادم، حتی کسایی که اومدن خونم گفتن طبقه بالا بخوابن. میتونه اشاره داشته باشه. 3-4 روز پیشم توی قرنطینه بود، یعنی 4 روزی میشد توی قرنطینه بود. میگه فکر کنم یه اشاره داشت که دیگه نبوسه تو میخوام.
میخوام نه نیمه گم شدم و شاید من همین یه نیمم که فقط یاد گرفته گم شدن و خب نه بغل میخوام ادامه همون چیزی که قبلش گفتیم و نه نیمه گم شدم و من همون نیمه هم که آره برای یعنی شاید اینجا یه جور میتونیم بگیم از غرورم باشه. مثال دارم میام که بگی آقا من مثل من دیگه نیست، مثلا میاد دو نفر باید مثل هم دیگه باشن تا با همو تکمیل کنن یا چه میدونم چیزی، مثلا اینطوری از خاص بودنش داره میگه. تو بغل اینو من میگم بلند بلند نه به همه تون فقط من فرو میشم. من اصلا از بچگی عادتم بوده که من شوریشم. منو اصلا بزرگ کردن که همین جوریشم. بازم دم اونای گرم که موندن پیشم اینجوریشم. کسرا رو میبینی اون پاش؟ کسرا رو میبینم. تو دقت کردی چه کورس دردناکی بود؟ بله، هر وقت این چیزا رو میگه من 100% اصلا ذهنم فقط میره موقعی که سمت ایران بود. میگه منو بزرگ کردن که اینطوریشم، استفاده کردن ازش که خودشونو بالا ببرن. چه از خیلی حرفا میشه راجعش، چه از کسایی که کنارش بودن این کاری کردن که چه تو اون سمت مقامات این کارو کردن که همین تتر رو پله کردن. 100% همینطوره، 100% همینطوره. بعد بنده خدا رو زمین زدن. تو کورسون فقط همین 5 ثانیه آخرش رو نگاه کن. بازم دم اونای گرم که موندن پیشم اینجوریشم. سیاوالتون رو مثال بزنیم که بعد این خدای از اون اوایل بوده که آره امیر دقیقا که تا الان هم هست. آره یه تشکری به نظر من حقشه کسی که اسم ببریم همون دیوا حتی. آره امیر دیوا. شما وقتی میخوای صاحب گل خودت باشی احتیاج به یه دونه داری نه یه گل. بعد دونه برای اینکه جوونه بزنه باید بترکه دیگه. برای اینکه بترکم باید بکنی زیر خاک. او اشاره به کاورش هم داره حس میکنم. یه دونه برای اینکه رشد کنی باید بترکه دیگه. آره زیر اون فشاره. اون یه فشاری رو میبینیم توی کاور حس میکنه. یعنی تو داری میگی غرق شدن نیست این کاور، برخاستنه. یعنی داره از خاک بلند میشه. 100% باید اونطوری بشه. احتمال یه سه جوانه تو رو میبینی. آره نه داره مثلا با فشار خودشو میکشه بالای همچین چیزی. چون نور از چشاش هم اومده بیرون، احتمال داره مثلا نور در دل تاریکی همچین چیزایی باشه. تحت فشار اون موقع دونه هست که باید بترکه. دونه هست که باید صبر و تحمل داشته باشه. مثال بزنم، مثلا همون قصه پروانه و پیله. اون کرمس که باید صبر داشته باشه، باید چونش پارشه. پیله اون پیله رو منزد اشاره نکرد. نه دیگه توی یکی از آهنگاش هم پیله بود دیگه. پیله بود اسمش. نه پیله نبود. پیله خیلی قدیمی بود. پیله قدیمی. آره اشاره به همین بیتش داشت. نمیدونم کدوم ترکشه، تو یکی از ترکاش بود. مست که باید صبر داشته باشه، باید چونش پارشه. من از سنگینی بار رسیدم بالاترین نقطه. من از خامی و سوزش ها شدم داناترین پخته. برادرها همه خوابن به زور بابا مامان لالا ولی گفته. خواهرها همه رو سری به سر پاها ولی لخته. من از به نظر من وایبش خیلی برمیگرده به یا اون پیامی که میرسونه خیلی شبیه به ترکایی که گفتم بود، قسم و جهنم و اینجور چیزا.
چیزی که من برداشت میکنم، یعنی پیامی که میرسونه به نظر من خیلی شبیه اون ترک‌ها. پیامش یه پیام داره برای الهیه کلاغ همسایه سیاه. من از لمس گل و باغچه شدم گل و گیاه، همه تو هم میلولن طرف نفهمید. چقدر زیبا، چه از صداش استفاده کرد، چقدر زیبا، چقدر واقعا. ببین من دوست دارم امیر تتلو واقعا یک دقیقه بده فقط این اوج رو استفاده کنه. دیدی چی جوری میبرته، مثلا تو خم باشی میارتت بالا با صداش. خیلی واقعا قشنگ بود. دیدن لاش و کیا، منم تنها فقط پاشو بیا، فقط پاشو بیا. من میگم بلند نه به همه تون فقط منفور میشم. من اصلا از بچگی عادتم بوده که من شوریشم، منو اصلا بزرگ کردن که همین جوریشم. بازم دم اونایی گرم که موندن پیشم اینجوریشم. راستی اون دونه فقط صبر و ترکیدن خودش نیست که خاک میخواد، آب میخواد و تازه وقتی ترکید خورشید، آتیش و هوا میخواد. 4 عنصر اصلی باید دست به دست هم بدن که تو به ترکی و سبز شی، که تو بزرگ. دقت کردی از اول آهنگ بعد هر ورسش با اون گیاهه با اون دونه هم کاوره رو توضیح میده، هم به قول تو درس میده. اون درسی که شاید تو راهنمایی یا تو ابتدایی بود، دبستان. آره دبستان بود دقیقاً. یادآوری داره میکنه و خوبه. و به نظر من چقدر خوبه که یه نفر بیاد کاورش رو تو تصویرسازی آهنگش اینطوری به تو ذهن آدم شکوفا کنه. اوشی تنها که نمیشه، من تنها هیچی نیستم اوکی، ولی چیدم کیپم و کار کشته. آهنگای اخیر رو بگم به کیرم و خار کسته. من کل ایول بابا دست خواهد رو گیتار چجوری یهو از دکلمه یهو رفت توی رپ هستن. رپ دقیقا بگیم رپ. آره یهو مثلا مغزم گیر کرد بدون کیک و بیس و با گیتار رفت. آره یعنی تو انتظار ادامه همونو داشتی. یه بار نگاه کنم. باید دست به دست هم بدن که تو به ترکی و سبز شی، که تو بزرگ شی. تنها که نمیشه، من تنها هیچی نیستم اوکی، ولی چیدم کیپم و خدایی فوق چسبون دیشو چسبون. آره. تنها من که تنها نیستم اصلا. تو انتظار داشتی ادامه اون حرفاشو بشنوی. باید دست به دست هم بدن که تو به ترکی و سبز شی، که تو بزرگ شی. تنها که نمیشه، من تنها هیچی نیستم اوکی، ولی چیدم کیپم و کار کشته. آهنگای اخیر رو بگم به کیرم و خارکسته. من کل زمین تخمم نی، هیچی نی بخواد مهم باشه. باید ته مادر جنده باشی که باشه فقط دورت عاشق. بالاخره به یه جات گیر میدن این جماعت کسننه. عاشق فقط تو قصه هاست. بک وکال دقت کردی یا نه؟ حسود به یه جات گیر میدن این جماعت کسننه. حسود عاشق فقط تو قصه هاست، میدونی قوی فقط رستمه. تا اومدیم پا بگیریم یه خارپاره باز شد کنه. اون کونیه رو استیج قر میده، کار مال باز شستنه. من میگم بلند کیو زد؟ تو هم به همون چیزی فکر میکنی که من فکر میکنم؟ داره یه جرقای اون تها میزنه، نمیدونم داره میاد جلو یا نه. کیو زد؟ این چند وقت اخیر فکر نکنه. میدونم چی میخوای ولی فکر نکنه. آخه منم آره نمیدونم چرا آخه، چون با هم اوکی بودن.
تو چیزو میگی دیگه. الف داره اولش. یه دونه ر داره. نه کیو داره؟ نمیدونی؟ گ داره. که داره؟ آره. که داره؟ گ داره. کی داره؟ تو لقبش هم عدد داره. نمیتونم. که در گوشم همونه. سرپسیج. نه چرا دیگه؟ اون ترکش داداش داشت غیر میداد. خب غیر که نه، داشت شیک میرفت بنده. شیک داشت میرفت ولی ای چیزی که نداشت. بهنام بانی هم 3 متر پریده بود مثلا رو کنسرتش. نمیتونیم بگیم مثلا فکر نکنم. منم دوست ندارم با اون باشه، چون میدونی چون با هم اوکی بودم. خب ولی خب اون غیر میداد. شاید کی غیر میداد پس؟ کسی دیگه غیر نمیداد. پسرا که غیر نمیداد. چیز پوتک هم پوتک زیاد قرار میزد رو شکرش. بریم دش غیر میده کار ما لباس شستن. من میگم بلند نه به همه کار ما لباس شستن. این چقدر درد داره آخه. آره دیگه امیر چرا باید خودش لباس خودش لباسش بعد این همه مثلا دیگه حق باید 10 سالم بگذره ما بگیم حق امیر تتلو، حق آرتیستامون اینجور زندگی که از رپ به دست آوردن نیست. تون فقط منفور میشم. من اصلا از بچگی عادتم بوده که من شوریشم. منو اصلا بزرگ کردن که همین جوریشم. بازم دم اونایی گرم که موندن پیشم اینجوریشم. راستی تا وقتی یه دونه نباشی، نترکی و بزرگ نشی، ریشه ها تو زمین نباشن و گلت تو افق، معلومه که وصل نیستی. معلومه که یه جای کار میلنگه. اوه تمام خلاص. دیدی چی گفت؟ بعد گفتیم تو کل موزیکم این تصویری که آن دونه از اول کاشت، گفت بعد آب بدیم، دونه رشد کرد و تهش گفت ریشهاش تو خاک باشه. چه مرحله بندی بود و چه ترک خفنی به نظر من. ترکی که رفت تو قفلیم. آره فقط دیگه باید قفلی بزنیمش. فکر کنم از اون ترک‌های هم بود که یه ذره با دلپری نوشته بود. 100%. چون ورس آخرش خیلی از دلپریاش داشت میگفت. امیدوارم که کار خوشتون اومده باشه. دمتون گرم. قضیه کنسرتش به کجا رسید امین جان؟ کنسرتش یه کامیونیتی چند ساعت پیش خوندم ازش، یکم دوباره دارن اذیت میکنن. حس میکنم تا چرا ویزا رو الان نمیرسونی دست بند؟ دقیقاً طرف این همه تمرین کرده با بندش، الان بره اونجا مثلا بگن فلش رو بذار رو از رو بیتات بخون مثلا. امیدواریم که مشکلش زود حل بشه. دمتون گرم که ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم که کار خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. حتما ما رو حمایت کنید چون حمایت شما نیاز داریم. حالا دلتون خوب، جیباتون پر پول. تا دیداری بعد. بدرود. Darcy.